در این ویدیو میخوایم بازیگران اصلی یکی از محبوب ترین سریال های ترکی سالهای اخیر را معرفی کنیم. سریالی که با داستان عاشقانه، انتقام محور و پرتنشش میلیون ها بیننده را در سراسر دنیا جذب کرد. بله، صحبت از عشق بی حد و مرز است. و حالا نوبت آن رسیده که ستاره های این سریال را بهتر بشناسیم. 1. دنیزجان آکتاش در نقش خلیل ابراهیم. اولین و مهمترین چهره سریال دنیزجان آکتاش است. او نقش خلیل ابراهیم، مردی مقتدر اما زخمی از گذشته را بازی میکنه. شخصیتی که سالها بعد از یک حادثه تلخ به شهرش برمیگرده و همین بازگشت آغاز داستانی پر از انتقام و عشق میشه. بازی دنیزجان آکتاش یکی از نقاط اوج این سریال است، با چهره قاطع، لحن آرام و حضور قوی در هر صحنه. 2. میرای دانر در نقش زینب. در کنار او میرای دانر قرار داره، بازیگری که چهره معصوم و بازی احساسیش نقش زینب را به یکی از محبوب ترین شخصیت‌های سریال تبدیل کرد. زنی که میان عشق و ترس، میان گذشته و آینده گرفتار یک سرنوشت پیچیده میشه. میرای دانر با اجرای واقعی و نگاه‌های پرمعنا تمام احساسات زینب رو به شکلی کاملاً باورپذیر منتقل میکنه. 3. براک سوینچ در نقش فیکرت لتو. و حالا میرسیم به شخصیت تاریک داستان، فیکرت لتو. این نقش رو براک سوینچ بازی کرده، بازیگری که سابقه طولانی در نقش‌های جدی داره. فیکرت لتو یک شخصیت قدرتمند، بیرحم و جاه طلب است، کسی که مسیر عشق خلیل و زینب را بارها و بارها تهدید میکنه. حضور او تنش سریال را چندین برابر کرده است. 4. تولای گونال در نقش نرگیس لتو. تولای گونال در نقش نرگیس لتو ظاهر میشه، زنی باهوش، سرد و بسیار حسابگر. او یکی از ارکان اصلی خانه لتو هاست و تصمیماتش سرنوشت بسیاری از شخصیت‌ها را تغییر میده. نرگیس لتو از آن شخصیت‌هایی است که نمیشه دوستش داشت، اما نمیشه ازش چشم برداشت. 5. آسومان داباک در نقش ندیمه لتو. آسومان داباک نقش ندیمه لتو را بر عهده داره، زنی که گذشته‌اش زخمی عمیق در دل خانواده ایجاد کرده و حضورش رازهای پنهان داستان را آرام آرام آشکار میکنه. بازی آسومان داباک به سریال عمق و جدیت ویژه‌ای داده. بازیگران سریال عشق بی حد و مرز ترکیبی از نسل جوان و هنرمندان تجربه‌اند. هر کدوم با نقش آفرینی قویشون لحظات سریال رو واقعی و فراموش نشدنی کردن. از عشق و تنش تا راز و انتقام، تمام این احساسات با بازی این چهره‌ها شکل گرفته. اگر شما هم از طرفداران سریال‌های ترکی هستید، بدون شک این مجموعه و بازیگرانش ارزش یک بار دیدن را دارند.